سلام به همه دوستان خوبم. به یک ویدیو دیگه از کانال فراگیم خیلی خوش اومدید. خب تو این ویدیو میخوام 4 تا از بازی‌های کامپیوتری که درس مهمی میتونه به مخاطبانش بده به نمایش بگذارم. در واقع سکانس هایی که حاوی نکات‌های ارزنده‌ای هستند رو میخوایم با هم ببینیم و نتیجه گیری هم ازشون بکنیم. خب احتمالاً باید حد زده باشین این بازی چه بازیه. این بازی رزیدنت اویل 5 هستش که توسط شرکت کاپکام منتشر شد. دوستان خوبم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو منو لایک کنید و همچنین کانال من رو هم سابسکرایب کنید. اوه چه ورود خفنی. خب بچه ادامه شو باز زیر نویس کنید. Welcome to Africa. My name is Sheba Alama. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. To catch on. خب امیدوارم از نتیجه‌ای که از بازی اول گرفتیم خوشتون اومده باشه. خب این بازی کال آف دیوتی مدل وارفار 2 است. این مرحله خیلی مرحله غم‌انگیزیه. بهتره ادامهش رو با زیرنویس بگیریم. That's one less loose end. No! Area 7 does. All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern. از دوستان خوب از من به شما نصیحت: به هیچ احدی اعتماد نکنید. در عوض دوستان، خوبی این زندگی هم به داشتن یک رفیقیه که همیشه ناجی ماست. امیدوارم از این رفیقا داشته باشیم. سومین بازی آساسین کرید است. این جوانی که میبینید اتسیو ادیتوری است. اتسیو در ابتدا یک جوان خام و ساده ای بود که تو خیابونا داشت با همسن سالاش دعوا میکرد و مشاجره میکرد تا اینکه اتفاق تلخی تو زندگیش افتاد. پدرش و 2 برادرانش به اعدام محکوم شدند. اتسیو در حال تماشای این اتفاق تلخ بود. بله دوستان خوب من، گاهی وقتا بدترین اتفاقات توی یک زندگی میتونه از یک جوان خام و ساده فوکل کراواتی
یک اسطوره بسازه، اسطوره عدالت و آزادی. دوستان من رسیدیم به 4مین بازی که بازی خدای جنگ 2 هستش. اینجا هم بچه ها به عواقب اعتماد کردن میپردازیم. اینجا زئوس میبینه که کراتوس نمیتونه اون قلبیاوی رو شکست بده، شمشیر اولمپوس رو براش میفرسته و بهش میگه که قدرتاتو بریز توش و به وسیله این شمشیر اون قلبیاوی رو شکست بده. کراتوس هم قبول میکنه و قدرتاش رو میریزه تو شمشیر. خب اینجا هم میبینید که کراتوس قلبیاوی رو شکست داد و همچنان که مشغول رجزخونی بود حواسش به این دست قلبیاوی نبود که پشت سرش بود و داشت میومد، خورد تو سرش، یه جورایی پرس شد. خب دیگه کراتوس هم حتی قدرت راه رفتن هم نداشت. زئوس به کراتوس میگه که پسرش اگه به من خدمت کنی منم از جونت میگذرم. کراتوس هم میگه برو بابا. زئوس هم عصبانی میشه و باش یک نبرد تن به تن را. کراتوس هم توانایی مبارزه کردن رو نداره متاسفانه. زئوس هم از این فرصت سوء استفاده میکنه و پسرش رو میکشه. دوستان خوب من دیدید که پدر به پسرش خیانت کرد، اما از تأثیر کارما و کائنات هم نباید غافل شد. کسی که خیانت کرده باید تاوانش هم پس بده.